میدونی بیشتر آدم‌ها وقتی اسم دانشگاه آکسفورد رو میشنون چه تصویری تو ذهنشون میاد؟ کتابخونه‌های عظیم، استادهای نابغه و دانشجوهایی که قرار آینده جهان رو بسازن. اما یه سوال جالبتر اینه، واقعاً زندگی ذهنی دانشجوهای اونجا چقدر با دانشگاه‌های خودمون فرق داره؟ آیا اونجا هم دانشجوها شبها از استرس امتحان بیدار میمونن یا اونجا هم بعضی‌ها خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن و حس میکنن عقب افتادن؟ یا برعکس، وقتی وارد دانشگاهی مثل آکسفورد میشی همه چیزی تبدیل میشه به یه زندگی آروم و رویایی؟ واقعیت اینه که پشت تصویر براق این دانشگاه تاریخی داستان‌های ذهنی پیچیده‌تری جریان داره. سلام، خوش اومدی به ویدیوی دیگه ای از لوما رشد فردی. با من تا آخر ویدیو باش تا وارد دنیای روانی دانشجوهای این دانشگاه بزرگ بشیم، نه از زاویه تبلیغاتی دانشگاه‌ها بلکه از زاویه تجربه‌های واقعی، فشارها، بحرانها، تنهایی و راه‌هایی که یاد گرفتن برای سالم موندن ذهنشون پیدا کنن. تصور کن تو راهروی سنگی یکی از کالج‌های قدیمی قدم میزنی. از همین راهروها یه موقع آدم‌هایی عبور کردن که بعدها نخست وزیر، دانشمند یا نویسنده بزرگ شدن. دیوارهایی که چند قرن تاریخ رو به دوش میکشن. اما پشت همین دیوارها تو اتاق‌های کوچیک دانشجویی ذهن‌هایی هست که شب‌ها تا ساعت 3 بیدار میمونن و از خودشون میپرسن واقعاً من به اینجا تعلق دارم؟ برای خیلی از دانشجوهای آکسفورد بزرگترین چالش نه امتحان نه مقاله نوشتن، بلکه جنگیه که تو ذهنشون جریان داره. جنگی بین نبوغ، ترس از شکست و فشار بیوقفه مقایسه. چون مغز انسان یه عادت عجیب داره، همیشه خودش رو با اطرافش مقایسه میکنه. وقتی سالها بهترین کلاس بودی مغزت به این حس عادت میکنه، اما وقتی وارد جایی میشی که همه بهترینن این مقایسه ناگهان تبدیل میشه به فشار. خب تو این شکی نیست که اکثر دانشجوهایی که وارد آکسفورد میشن تو کشور خودشون بهترین بودن، نفر اول کلاس، برنده مسابقات علمی یا دانش آموزی که همیشه از بقیه جلوتر بوده. اما وقتی وارد آکسفورد میشن یه اتفاق عجیب رخ میده. یهو میبینن همه اطرافشون دقیقاً مثل خودشونن. یکی تو 16 سالگی مقاله علمی چاپ کرده، یکی برنامه نویسی رو از کودکی شروع کرده، یا یکی تو سن کم چند تا زبون بلده. وقتی این همه استعداد رو یه جا میبینی یه لحظه مغزت هنگ میکنه. اینجاست که خیلی از دانشجوها برای اولین بار چیزی رو تجربه میکنن که روانشناس‌ها به اون میگن ایمپاستر سندروم یا سندروم خودقلابی پنداری. این حالت وقتی پیش میاد که فرد با وجود موفقیت‌های واقعی، مثلا قبولی تو دانشگاه خوب، گرفتن شغل مهم یا انجام کارهای سخت، باز هم تو ذهنش فکر میکنه موفقیت شانسی بوده یا اشتباهی رخ داده. واسه همین دائم میترسه بقیه بفهمن که در حد انتظار نیست. این حس فقط برای دانشجوهای معمولی نیست. جالب اینجاست که این احساس بیشتر تو آدمهای توانمند و پرتلاش دیده میشه، مخصوصا وقتی وارد محیطی میشی که همه افراد اونجا نخبن، مثل دانشجویانی که وارد دانشگاهی مثل آکسفورد میشن. چون مشکل واقعی این نیست که توانایی ندارن، مشکل اینجاست که محیط ناگهان سطح مقایسه رو خیلی بالا میبره. وقتی اطرافت پر از آدمهای نخبه باشه، حتی بهترین ها هم ممکنه خودشون رو معمولی احساس کنن. برای همین این حس اونقدر رایجه که تو بعضی کالج‌ها حتی کارگاه‌های روانشناسی دربارش برگزار میشه. سیستم آموزشی که مغز رو به چالش میکشه یکی از چیزهاییه که آکسفورد رو متفاوت میکنه. سیستم آموزشی خاصشه که به
اون میگن تیوتوریال سیستم. تو این سیستم دانشجوها هر هفته باید مقاله‌ای بنویسن و تو جلسه کوچیک با استاد درباره اون بحث کنن. گاهی فقط 2 تا دانشجو و یه استاد تو اتاقن و استاد از تو میخواد از ایدت دفاع کنی. تصور کن یه دانشجوی 19 ساله روبروی استادی نشسته که شاید 30 سال تو همون حوزه تحقیق کرده. برای خیلی‌ها این جلسات در عین حال که هیجان انگیزه، یه فشار ذهنی جدی هم هست، چون اینجا فقط حفظ کردن مطالب مهم نیست. باید فکر کنی، تحلیل کنی و از ایدت دفاع کنی. بعضی دانشجوها میگن شب قبل از این جلسات خوابشون نمیبره، نه به خاطر امتحان، به خاطر این فکر ساده اگه نتونم از ایدم دفاع کنم چی؟ اما همین تجربه ها کم کم یه مهارت مهم رو تو ذهنشون میسازه. تاب آوری فکری، یعنی یاد میگیرن حتی وقتی تحت فشارن باز هم فکر کنن. در ظاهر زندگی تو آکسفورد خیلی پویاست. کتابخونه ها شلوغن، کلاس ها پر از بحث های عمیقن و همه در حال فکر کردن روی پروژه هاشونن. اما پشت این انرژی پدیده‌ای وجود داره که کمتر دیده میشه: فرسودگی تحصیلی. خیلی از دانشجوها برای اولین بار تو زندگیشون تجربه میکنن که دیگه انرژی ذهنی ندارن. ساعتها به صفحه لپتاپ خیره میشن اما نمیتونن حتی یه پاراگراف بنویسن. بعضی ها میگن بدترین لحظه زمانیه که میفهمی تو یکی از بهترین دانشگاه‌های جهانی اما از درون خسته تر از همیشه‌ای. گاهی حتی وقتی استراحت میکنن هم ذهنشون آروم نمیشه، چون صدایی تو سرشون میگه الان باید مفیدتر باشی. این همون جاییه که خیلی ها میفهمن موفقیت بدون مدیریت ذهن خیلی زود تبدیل به فرسودگی میشه. آکسفورد شهری پر از دانشجوه، اما پارادوکس عجیبی وجود داره. وسط هزاران دانشجو بعضی ها خیلی تنهان، به خصوص دانشجویان بین المللی. تصور کن از کشوری دیگه اومدی، خانوادت هزاران کیلومتر دورترن و اطرافیانت تو فرهنگی بزرگ شدن که برای تو کاملا جدیده. چیزهای کوچیک که بقیه طبیعی میدونن برای تو چالش میشن. شوخی‌ها، اشاره‌های فرهنگی یا حتی سبک ارتباط اجتماعی. برای همین بعضی از دانشجوهای خارجی ماه‌های اول رو با نوعی شوک فرهنگی میگذرونن. اما خیلی‌ها تو همین تجربه یه مهارت مهم یاد میگیرن: ساختن ارتباط از نو. مهارتی که بعدها تو زندگی حرفه‌ای هم خیلی به کارشون میاد. نقش کالج‌ها چیزی شبیه یه قبیله کوچیکه. یکی از چیزهایی که کمک میکنه دانشجوها دووم بیارن سیستم کالج‌ها تو آکسفورده. آکسفورد در واقع یه دانشگاه واحد نیست، بلکه شبکه‌ای از 10 کالج مستقله. هر دانشجو عضو یک کالج میشه و همونجا غذا میخورن، دوستانی پیدا میکنن و فعالیت‌های اجتماعی انجام میدن. برای بسیاری از دانشجوها کالج تبدیل میشه به خونه دوم. تو همین کالج هاست که گروه‌های موسیقی شکل میگیرن، تیم‌های ورزشی تمرین میکنن یا دانشجوها شب‌ها دور هم جمع میشن و فقط حرف میزنن. چیزهایی که شاید ساده به نظر برسن اما در واقع سوپاپ روانی فشارهای دانشگاهن، چون ذهن انسان برای سالم موندن فقط به موفقیت نیاز نداره، به ارتباط انسانی هم نیاز داره. راههایی که دانشجوها برای زنده نگه داشتن ذهنشون پیدا کردن. بعد از مدتی بیشتر دانشجوهای آکسفورد یه چیز مهم رو متوجه میشن: اگه از ذهنشون مراقبت نکنن دووم نمیارن. برای همین کم کم یاد میگیرن چیزی به اسم مدیریت انرژی ذهنی. بعضی‌ها هر روز صبح میدوئن، بعضی‌ها با باشگاه قایقرونی میرن و ساعت‌ها تو رودخونه‌ها تمرین میکنن، بعضی‌ها تو گروه‌های تئاتر یا موسیقی عضو میشن و بعضی‌ها یه عادت ساده دارن: پیاده‌روی‌های طولانی در شهر، قدم زدن تو کوچه‌هایی که صدها سال دانشجوها اونجا راه رفتن. شاید ساده به نظر بیاد اما همین لحظه‌های کوتاه باعث میشه مغز از فشار دائمی فاصله بگیره. سالها پیش تو بسیاری از دانشگاه‌های نخبه صحبت درباره مشکلات روانی نوعی ضعف تلقی میشد، اما امروز این نگاه تغییر کرده. تو آکسفورد خدمات مشاوره و سلامت روان خیلی فعاله. دانشجوها میتونن با روانشناس صحبت کنن، تو جلسات گروهی شرکت کنن یا حتی فقط برای تخلیه ذهنی مراجعه کنن. جالبه که خیلی از دانشجوها میگن اولین بار که به مشاوره رفتن احساس میکردن شکست خوردن، اما بعد متوجه شدن که کمک گرفتن نه نشونه ضعف بلکه نشونه بلوغ ذهنیه. یه روز واقعی از زندگی دانشجوی آکسفورد اینجوریه که صبح زود از خواب بیدار میشن،
نه لزوما به خاطر انگیزه، بلکه چون مقاله‌ای باید تا ظهر تحویل بدن. چند ساعت تو کتابخونه کار میکنن، بعد به جلسه آموزشی میرن، جایی که استاد ازش میخواد از ایده‌اش دفاع کنه. ظهر با دوستاش تو سالن غذاخوری کالج ناهار میخورن، چند تا شوخی، چند تا خنده و کمی فاصله گرفتن از فشار درس. بعد از ظهر دوباره مطالعه، عصر شاید ورزش یا جلسه یه انجمن دانشجویی و شب دوباره کتاب‌ها. این چرخه گاهی خسته کننده میشه، اما تو دل همین چرخه روابط دوستی عمیقی شکل میگیره که برای خیلی‌ها تا آخر عمر باقی میمونه. در نهایت تجربه دانشجوهای دانشگاه آکسفورد فقط درباره درس خوندن تو یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا نیست، بیشتر درباره سفریه که آدم‌ها تو ذهن خودش طی میکنه. سفری پر از اشک، مقایسه، فشار و البته رشد. جایی که خیلی‌ها یاد میگیرن موفقیت فقط باهوش بودن نیست، بلکه به اینه که چطور با ترس‌هاشون روبرو بشن، چطور از ذهنشون مراقبت کنن و چطوری بین تلاش و آرامش تعادل بسازن. شاید ما همه آکسفورد نریم، اما این درس‌ها تقریباً برای هر مسیری تو زندگی کاربرد دارن. اگه این ویدیو برات جالب بود، خوشحال میشم نظرت رو تو کامنت بنویسی. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه بودی.